خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت امور خبر داد که کارمندانش یک خارجی را که با جرم دست داشتن در جنایت مربوط به تروریسم محکوم شده بود از قلمرو روسیه اخراج کردند. شهروند یکی از کشورهای آسیا میانه سال تولدش 1984 در یکی از محبس‌های ولایت امور برای جنایت در قسم یکم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه مساعدت به فعالیت تروریستی پیش بینی شده ادای حکم میکرد. سال 2017 این مرد که در قلمرو روسیه قرار داشت همچون پیرو عقیده های دینی اسلامی افراطی عقیده های افراطی را تبلیغ کرده کوشش کرده بود تا شهروندان دیگر را برای اشتراک در فعالیت یک سازمان تروریستی بین المللی در قلمرو جمهوری سوریه عرب جلب کند. گفته می شود در اطلاعیه پلیس ولایت امور پلیس از کدام کشور بودن این نفر را مشخص نکرده است، ولی مطبوعات محلی از قبل منابع خود خبر داد که او زاده تاجیکستان است. برای دیپارتاسیون این شهروند تاجیکستان از ولایت امور از سیبری غربی به شهر مسکو آورده سوار هواپیمای تاجیکستان کردند. او همچنین تا سال 2051 از حق بازگشت به روسیه محروم کرده شده است. در سالهای آخر مقامات روسیه همه مهاجرانی را که در زندانهای این کشور ادای حکم میکنند بعد آزاد شدنشان به کشورهای زادگاهشان اخراج میکنند. روسیه نه فقط آنهایی را که با جرم تروریسم و افراطگرایی زندانی شدند بلکه خارجیان با گناههای دیگر محکوم شده را نیز دیپارتاسیون میکنند. بنا به آمار خدمات فدرالی زندانهای روسیه تا یکم ینور سال 2021 در زندانهای این کشور قریب 7000 زاده تاجیکستان ادای حکم میکردند و تقریبا 1200 زاده دیگر تاجیکستان تحت تفتیش در بازداشتگاه‌های روسیه قرار داشتند.